شما 3 دلیل شمردید که پیغمبر امام علی ابن ابی طالب را جانشین گردانیده بود. یک به یک پاسخ می دهم. نخست داستان غدیر خم. میگویند پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. من در شگفتم چرا ملایان معنی جمله را نمی دانند. در میان عرب داستانی به نام ولا بوده، به این معنی که کسی غلام خود را آزاد می کرده، میانه آن غلام با آقایش رابطه ولا تولید می شده و احکامی داشته. مثلا اگر آن غلام بیوارث می مرد، ارث او به آقایش می رسید. همچنین عشایر عرب با یکدیگر پیمان می بستند که به قول خودشان حلیف یکدیگر می شدند. در میان آنها نیز رابطه ولا تولید می شد و آن نیز احکامی داشت. در کتاب‌های فقه ولا یک بابی است. پیغمبر اسلام از مردم عرب می بود و با کسانی در میانه رابطه ولا می داشت. در آن باره علی را که دامادش می بود جانشین خود کرده و فرمود من با هر کسی ولا داشتم و مولایش می بودم، پس از من این علی مولای او خواهد بود. بالاخره این یک وصیت خانواده‌ای بود. من نمیدانم این جمله کجا و داستان خلافت کجاست. اگر مقصود پیغمبر خلیفه گردانیدن علی بود، بایستی نخست توضیح دهد که مردم خلیفه یا جانشین مرا خدا باید معین کند. اول این را که خودش یک موضوع بسیار مهم بود به مردم ابلاغ کند. پس از آن علی را نامزد جانشینی گردانیده صریح و آشکارا بفرماید خلیفه اول من علی خواهد بود، خدا او را برگزیده. مولا در زبان عربی به معنی جانشین یا سلطان نبوده. مولا جز به همان معنی دارنده ولا شناخته نمی شده و این است می بینیم که هم به غلام آزاد شده و هم به آقای آزاد کننده گفته می شده است. از این گذشته اگر حکم اسلام این بوده که خلیفه را خدا برگزیند، پس چرا این در قرآن گفته نشده؟ پس چرا چون این حکم مهمی در قرآن نیامده؟ شما آیه الیوم اکملت لکم دینکم را دلیل می آورید. اولا بهتر است آیه را از اول بخوانید تا بدانید به این موضوع نمی چسبد. در این آیه از آغاز تا انجام سخن از خوردنی های حرام رانده شده و در او آنچه نیست داستان خلافت است. معنی آیه این است: حرام شد به شما مردار و خون و گوشت خوک و هر چه بی نام خدا سر بریده شود و آنچه خفه شده یا با زدن و افتادن و شاخ زدن مرده و آنچه درندگان پاره کرده اند، مگر آنهایی که پاک گردانیده نمرده باشند و سر ببرید و آنچه برای بتها سر بریده شده. همچنین استخاره با ازلام، تکه چوب ها. امروز کافران درباره شما نومید شدند. دیگر از آنان نترسید و از من ترسید. امروز دین شما را درست گردانیدم و نیکی های خود درباره شما به پایان رساندم و اسلام را برای شما دین برگزیدم، مگر کسی که به گرسنگی افتد و ناچار باشد و قصد گناه نکند که میتواند از آن گوشت ها بخورد. خدا مهربان و آمرزنده است. این آیه کجا و داستان خلافت علی کجاست؟ آنگاه چه شد که خدا اصل موضوع را نگوید و منت گذاریش را بگوید؟ نمیدانم اینها را هیچ اندیشیده اید یا نه. گذشته از همه اینها، امام علی ابن ابی طالب هنگامی که پس از کشته شدن عثمان خلیفه گردید و معاویه کشته شدن عثمان را بهانه گرفت و گردن کشی می کرد، ما می بینیم آن امام به معاویه نامه نوشت. چنین می گوید: معنایش این است:
آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند با همان شرایطی که با آنها بیعت کرده بودند به من بیعت کردند. به هیچ حاضری نمی رسید که اختیار دیگری کند و به هیچ غایبی نمی رسید که قبول نکند، زیرا شورا حق مهاجرین و انصار است. اگر آنان بر سر مردی گرد آمدند و او را امام نامیدند، رضای خدا نیز در آن خواهد بود. این نامه در نهج البلاغه هست و ما آن را در تاریخ ها نیز میابیم. شما ببینید که اولا هیچگاه نمیگوید مرا خدا برگزیده و پیغمبر روز قدیر خم مرا به مردم معرفی کرده. هیچ از این چیزها سخنی نمیراند. دوم آشکاره میگوید که مرا همان کسی که ابوبکر و عمر و عثمان را خلیفه گردانیده بود خلیفه گردانیدند و همین را دلیل حقانیت خود می شمارد. سوم تصریح می کند که انتخاب خلیفه حق مهاجرین و انصار است. آنها چون کسی را برگزیدند رضای خدا نیز در آن خواهد بود و کسی حق نخواهد داشت او را نپذیرد. این نامه را می نویسد که خلافت خود را به معاویه مدلل گردانده و گناه او را که بر خلاف اجتماع و اختیار مهاجر و انصار قیام کرده بود به رخش بکشد. اکنون شما ببینید آیا با این نامه باز جای آن است که گفته شود بایستی تعیین خلیفه از جانب خدا باشد؟ باز جای آن است که گفته شود ابوبکر و عمر غاصب بودند؟ باز جای آن است که پنداشته شود علی به ابوبکر بیعت نمی کرد و او را با زور به بیعت بردند؟ علی به معاویه می نویسد تو چون به من که مهاجر و انصار انتخاب کرده اند بیعت نمی کنی گناهکاری، از دین خارجی، با تو جنگ خواهم کرد. اگر خود او با ابوبکر همین رفتار را کرده بود آیا او نیز گناهکار نبود؟ از دین خارج نمی شد؟ ما این که می گوییم روز قدیر خم عمر بیعت کرد و گفت اخبخ لک یا علی اصبحت مولا و مولا کل مؤمنون و مؤمنات، بیگمان اینها را ساختند. علی چگونه مولای عمر شده بود؟ این سخن چه معنی توانستی داشت؟ دوباره می گویم مولا جز به معنی دارنده ولا نبوده. اینک مولا را به معنی آقا نیز می آورند. از زمانهای دیرتر آغاز شده. شما تعجب کردید که من گفتم اینها را ساختند. پس چه خواهید کرد اگر به شما نشان دهم سوره هایی را که شیعیان برای افزودن به قرآن ساختند؟ کشاکش شیعه و سنی یک کشاکش سیاسی بر سر خلافت بوده است. این است که از دروغ گفتن و تهمت زدن و آیه ساختن و حدیث جعل کردن خودداری نکردند. از جمله برخی به قرآن آیه هایی افزوده 2 سوره جداگانه نیز ساختند که چون نسخه یکی از آنها در دست است به شما نشان می دهم که ببینید و بخوانید و اگر سخنی داشتید پس از اتمام شدن سخن من بگویید. 2 یکی از 2 سوره که به قرآن افزودند. اما داستان مرض موت پیغمبر که گفته میشد میخواست در آخرین ساعات زندگی خلافت علی را تصریح کند و فرمود قلم و کاغذ به من بیاورید، برای شما نوشته ای نویسم که پس از آن به گمراهی نیفتید. و عمر چون فهمید مقصود چیست نگذاشت و گفت این مرد هذیان میگوید، قرآن برای ما بس است. من نمیدانم این داستان تا چه اندازه راست است، در این باره تحقیق نکردم، ولی اگر راست است حق با عمر بوده و ایرادی به او وارد نیست. البته این به شما گران خواهد افتاد، ولی گوش دهید تا به شما روشن گردانم. این که او گفته ان رجل لیهجر به قرینه کلام مقصودش از هجر سرسام بوده، نه هذیان. سرسام غیر از هذیان است. هذیان نتیجه سفاهت است، ولی سرسام نتیجه بیماری است. عمر گفته
این مرد بیمار است و سرسام میگوید. و این سخن به پیغمبر توهین نبوده، زیرا یک پیغمبر چنان که بیمار شود سرسام نیز تواند گفت. سرسام از عوارض بیماری است. اگر خدا میخواست پیغمبران را از سرسام مصون دارد، بایستی از بیماری مصون دارد. اینک گفته قرآن برای ما بس است. آن نیز راست بوده، زیرا اساس و احکام دین در قرآن درج شده و آن کتاب تکمیل یافته بود. گذشته از اینها، شما که میگویید پیغمبر اسلام سواد نداشت و خواندن و نوشتن نمیدانست، پس چگونه قلم و کاغذ میخواسته که بنویسد؟ کسانی میگویند مقصودش این بوده که قلم و کاغذ بیاورید و او بفرماید و دیگری بنویسد. ولی این پاسخ بیجا، زیرا پیغمبر میرزا حسین علی بها نبود که در دست زبان عربی گیر کند و نتواند مقصود خود را خوب ادا کند. ما میبینیم که گفته است اکتب، بنویسیم. اگر مقصود او این معنی بود، بایستی میگفت اعوات به قلم و قرطاس عملی علیکم کتابه. پس از همه اینها از کجا دانسته شده که وصیتی که پیغمبر میخواسته بکند در موضوع مهم دیگری نبوده؟ باز از کجا دانسته شده که نمیخواسته ابوبکر یا عمر را معین گرداند؟ چه کسی از دل پیغمبر آگاهی داشته؟ آمدیم بر سر حدیث علی منی به منزلت هارون من موسی الی انه النبی بعدی. فرض کنیم این حدیث راست است. معنایش این است علی به من ماننده هارون است به موسی، به این معنی که همچون برادر من است. آیا این سخن کجا و داستان خلافت کجا؟ من نمیدانم شما چه مقصودی از دلیل آوردن اینها داشتید. تا اینجا پاسخ دلیل های شماست. اکنون شما هر سخنی دارید بگویید.